موفقیت اتفاقی نیست. موفقیت هیچ وقت اتفاقی نیست و نبوده. میخوای بدونی موفقیت چیه؟ موفقیت یعنی تو نقشه نباشی ولی یه کاری کنی که امروز تمام نقشه تو رو نشون میدن. موفقیت یعنی یه مردی که هدف گذاشت، ترکون، تلاش کرد، هدفهای بزرگ، آرزوهای بزرگ، تخیل بزرگ، و الان به قول خودش دبی یا عالم، دبی تمام دنیاست. راست میگه شیخ محمد، دنیاست، دبی دنیاست. میخوای بری تو این دنیا؟ باید تلاش کنی، باید بخوای، باید بجنگی. این دنیا برای ترسوها نیست، فقط برای جنگجوهاست.